بشیر قانق، مرد میان تفنگ، قلم و مردم. ما شیشه ایم، بین نداریم از شکر، چون شیشه بیشتر شکند تیزتر شود. بشیر خان بچه فهمیده بود، لایق بود. متوجه بعضی مردان نمی میرند، فقط از میان ما میرند. 100% میشود. و سالها بعد نامشان هنوز در حافظه مردم زنده میماند. از تاریخی که این جوان شده تا وقتی که دنیا رفته ما را وقت شهید میکردن، هر روز ما را شهید میکردن، هر روز دشمنای خدا در فکر شهادت و در فکر از بین بودن ما هست. شما هر روز اخبار او از دل آتش برخاست در روزگاری که مرگ پشت هر سنگر کمین کرده بود، در روزگاری که مادران فرزندانشان را با اشک بدرقه می کردند. تفنگ را به دست گرفت، نه برای قدرت، نه برای نام، بلکه برای ایستادن، برای دفاع از مردمش، برای نجات سرزمینی که در آتش می‌سوخت. در سال 1361 شامل جبهه می شود. بنا به همون سابقه شهادت برادراش مورد جوان قهرمان مبارز مجاهد یک خاطرات شد. اگر مسلمان بودیم فرزند شما بودیم وقتی که ولسوالی فتح شد، همون کسایی که امیر را شهید کردند، اما امینا را سالها بعد از میان جنگ به میدان خدمت آمد، اما این بار در لباس مسئولیت. مکتب ساخت، مسجد آباد کرد و در دل ویرانی ها بذر امید کاشت. محمد بشیر قانق تنها لیسه آمدی از دیدی مردم چرا که ما مسئولیت زمان قانش وزیر معارف است. 10,000 سرگرده مرده. همیشه خدمتش با آدم ها زیادتر بود. همیشه ما عذرشان میکنیم که به خاطر آرامش مردم، به خاطر امنیت وطنشان دیگر جنجال نکنن، اختلاف نکنن، یک دیگرشان داغوش بگیرن. ما 12 جوزای 1404 هجری خورشیدی قلب مردی از تپش باز ماند که 65 سال برای مردمش تپیده بود. اما بعضی انسانها با مرگ پایان نمی یابند، آنها در خاطره ها ادامه پیدا می کنند. این روایت زندگی محمد بشیر قانق است. مرد میان تفنگ، قلم و مردم.